حکایت معروف حتما به ذهن داریم، شاید بیننده های عزیز ما را به ذهن خود داشته باشند. حکایت معروفی که میگه حضرت خلیل، حضرت ابراهیم خلیل وقتی که به منجنیق بسته شد و در وسط آتش افکنده شد، باز میگه چون چقا و زبان کلیله و دمنه بلند شدن گفت بخیزین که ما شما ی آتش خاموش میسازیم. باز میگه برایشان یک تعداد از پرنده های دیگه گفت که تلاش شما، سعی شما، کوشش شما بی نتیجه است، به خاطر از اینکه شما آب و منقار میگیرین و او آتش نور و فروغش به حد است، شدت و حدت و آتش به حد است که شما نمیتونین خاموش بسازین. باز میگه این پرنده ها به زبان آل اما زبان خودشان به پرنده های دیگه گفت که ما میتونیم که آتش خاموش ساختن نمیتونیم، ولی یک امر بسیار مهم دیگه است. گفت چی است؟ خدا ناظر صحنه است. خدا میبینه که ما امروهی خدا، همکاری خدا، طرفداری خدا با حضرت ابراهیم خلیل اعلان میکنیم.